سلام به کانال دنیای فیزیک و شبیه سازی خوش اومدین. من مجموعه ویدیوهایی رو آماده کردم و قرار هستش که در اونها شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از نرم افزار لمس رو آموزش بدم. بنابراین اگر شما دانشجوی رشته‌های فیزیک، شیمی یا مهندسی مواد هستین یا رشته‌های مرتبط و علاقه دارید که وارد دنیای شبیه سازی اتمی بشین، این ویدیوها میتونه برای شما مفید باشه. در این مجموعه من سعی کردم که مفاهیم پایه‌ای رو توضیح بدم و شما رو کم کم به سمت کار عملی با نرم افزار لمس ببرم. در واقع نرم افزار لمس یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای شبیه سازی در علم مواد و فیزیک محاسباتی هستش. در این ویدیو ما خواهیم دید که دینامیک مولکولی چی هست، چه مفاهیم فیزیکی پشت اون قرار داره، الگوریتمش به چه صورت هست و چه کاربردهایی داره. در واقع در بسیاری از سیستم‌های فیزیکی ما می‌خوایم بدونیم که در مقیاس اتمی چه اتفاقی میفته. برای مثال وقتی که یک فلز ذوب میشه یا وقتی اتم‌ها در یک ماده نفوذ میکنن یا یک کریستالی شروع به رشد میکنه یا یک گذار فازی انجام میشه، می‌خوایم ببینیم که دقیقاً در مقیاس اتمی اتم‌ها چه نوع رفتاری رو دارن و چون مشاهده مستقیم این فرآیندها در آزمایشگاه بسیار سخته، در چنین شرایطی ما از شبیه سازی های کامپیوتری میتونیم استفاده کنیم. در روش دینامیک مولکولی ما در واقع هر اتم رو به صورت یک ذره در نظر میگیریم، بعد نیروهایی که بین اتم ها وجود داره رو محاسبه میکنیم و بعد با استفاده از قانون دوم نیوتن میتونیم حرکت این ذرات رو در طول زمان محاسبه کنیم. یا به عبارت ساده تر ما حرکت هزاران یا میلیون ها اتم رو در کامپیوتر شبیه سازی میکنیم. ولی برای اینکه ما بدونیم که این اتم ها چطور با هم برهم کنش میکنن، باید بدونیم که در واقع باید از یک مفهومی به نام پتانسیل بین اتمی استفاده کنیم. در واقع این نیروهای بین اتم ها از طریق این پتانسیل های بین اتمی توصیف میشن. پتانسیل ها به ما میگه که مثلا دو اتم وقتی فاصله شون تغییر میکنه انرژی سیستم چطور تغییر میکنه و بعد از مشتق این انرژی ما میتونیم نیرو رو محاسبه کنیم. مثال های مختلفی هم برای این پتانسیل های بین اتمی وجود داره. مثلا پتانسیل لنارد جونز که یک پتانسیل بسیار ساده برای شبیه سازی های ساده هست، یا پتانسیل ایمبدد اتم متد EAM که برای شبیه سازی مواد فلزی استفاده میشه، یا پتانسیل تریسوف. ما پتانسیل های متنوعی داریم و حتی پتانسیل هایی که برای بررسی در واقع برهم کنش ذرات باردار استفاده میشه و من در ویدیوهای مربوط به برهم کنش های پتانسیل های بین اتمی حتما در مورد این پتانسیل ها با جزئیات بیشتر برای شما توضیح خواهم داد. ولی الگوریتم دینامیک مولکولی به این صورت هستش که به صورت یک چرخه هست. توی دینامیک مولکولی ما از یک پیکربندی اولیه شروع میکنیم که این پیکربندی اولیه به ما میگه که موقعیت و سرعت هر ذره‌ای در ابتدای شبیه سازی چقدر است، که در واقع این موقعیت ها و سرعت ها رو ما خودمون به طور کاتوره‌ای به ذرات میدیم و براشون تعریف میکنیم و بعد از اون با استفاده از اون پتانسیل بین اتمی که تعریف کردیم الگوریتم میاد نیروها رو حساب میکنه و بعد از معادلات حرکت انتگرال میگیره تا بتونه این موقعیت و سرعت ذرات رو به روز رسانی کنه. ولی معمولاً
چون که حرکت اتم ها بسیار سریع هست باید از گام زمانی کوچیک استفاده کنیم که این گام زمانی در شبیه سازی دینامیک مولکولی در حد femtosecond هستش. یعنی برای شبیه سازی 1 نانوثانیه شما باید اون رو به 1 میلیون قسمت یا 1 میلیون تایم استپ تقسیم بندی کنیم. وقتی شبیه سازی انجام میشه خواص فیزیکی مختلفی رو میتونیم از توش استخراج کنیم، مثل انرژی، دما، فشار، چگالی و همچنین یکی از مهمترین خروجی های این شبیه سازی فایل تراژکتوری یا فایل مسیر هست که توی این فایل مسیر دقیقاً مشخص شده که توی هر تایم استپ مؤلفه های موقعیت، مؤلفه های سرعت و مؤلفه های نیرو چی هستن و ما بعد میتونیم از اونا استفاده کنیم برای اینکه کمیت هایی مثلا تابع توزیع شعاعی یا تابع پراکندگی رو یا توابع همبستگی رو حساب کنیم. این فایل های مسیر یا تراژکتوری میتونن با استفاده از نرم افزارهایی مثل اوویتو یا VMD ویژوالایز بشن و ما بتونیم اونا رو ببینیم دقیقاً حرکت ذرات به چه صورتی داره اتفاق میفته. و همونطور که گفتم کاربردهای زیادی هم داره دینامیک مولکولی. ما میتونیم از اونا برای بررسی ساختارهای کریستالی استفاده کنیم، برای مطالعه رفتار مایعات یا برای بررسی خواص مکانیکی نانو ساختارها و حتی در بایوفیزیک برای مطالعه پروتئین ها و دی ان ای ها میتونیم ازش استفاده کنیم. پس به طور خلاصه ما در این ویدیو دیدیم که دینامیک مولکولی میاد حرکت اتم ها رو سیمیولیت میکنه، شبیه سازی میکنه، بر پایه مکانیک کلاسیک هست، چون که میاد معادلات حرکت نیوتن رو حل میکنه. نیروها رو دیدیم که میتونیم از پتانسیل های بین اتمی به دست بیاریم و همین که این دینامیک مولکولی کاربرد زیادی در علوم و مهندسی داره. در ویدیو بعدی من مقدمه‌ای بر نرم افزار لمس رو توضیح میدم و بعد اینکه چطور میتونیم این نرم افزار رو روی سیستم عامل‌های مختلف نصب کنیم، مخصوصاً روی ویندوز. اگر از این ویدیو خوشتون اومده و هم این که دوست دارید که ویدیوهای بعدی رو هم دنبال کنین و این نرم افزار رو خوب یاد بگیرین، بهتون توصیه میکنم که ازتون میخوام که کانال منو سابسکرایب کنین و اگر که کامنتی دارین برام حتما تو بخش کامنت ها بنویسین. اگر سوالی دارین من به اونها پاسخ میدم. از اینکه توی این ویدیو با من همراه بودین ازتون ممنون هستم و تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.